سرخط مهمترین خبرها. وزارت از مهاجران تاجیک خواست به تهلکه نیفتند. قرب روبل رسما پایین رفت و یک ساکن شمس‌الدین شاهین از پل حج راه ساخت. درود بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 3 مارس است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه از مهاجران مهنتی تاجیک دعوت کرده است که وابسته به وضع به عمل آمده و نااستواری اقتصادی در جهان به تهلکه نیفتند و هنگام بود و باش در این کشور معیارهای مقرر نموده قانونگذاری روسیه را رعایت نمایند. با تاکید نمایندگی در دوره نااستواری اقتصادی احتمالی سریع وقت نپرداختن موزه مهنت نیز زیاد می‌گردد. از این رو به مهاجران توصیه داده شده است که مهاجران مهنتی هنگام آغاز کارشان با کارفرما شرطنامه مهنتی به امضا رسانند. اینچنین ضرور است که هنگام علاوه نمایی ساعت‌های کاری نیز شرطنامه علاوگی به امضا رسانیده شده نسخه آن را حتما با خود نگاه دارند، علاوه کرده است نمایندگی وزارت مهنت در روسیه. در گذشته حالت‌های زیادی پرداخته نشدن موزه کاری مهاجران از سوی کارفرمایان در روسیه ثبت شده بود. روسیه میزبانی بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک است. آنها سالانه به کشور 2.5 یا 3 میلیارد دلار می‌فرستند که برای اقتصاد تاجیکستان مهم شمرده می شود. در دایره تحریم‌های نوبتی ضد روسیه، اتحادیه اروپا 7 بانک روسیه را از سیستم سویفت جدا کرد. سویفت نظام بین بانکی اطلاع رسانی است که انتقال مبلغ‌ها را در سراسر جهان تامین می‌کند. با اطلاع ریاء نووستی بین رویخط بانک‌های ВТБ، Россия Открытие، Новикомбанк، Промсвязьбанк، Совкомбанк و وب داخل می‌شوند. علاوه بر این، حالا به روسیه انتقال دادن یا صادرات کردن پول‌های یورو با استثنای یک قطار حالت‌ها منع است. در تاجیکستان هم نمایندگان بعضی از بانک‌های تجارتی گفتند بریده شدن روسیه از نظام بین‌المللی سویفت به انتقال پول مهاجران تاثیر نخواهد داشت، اما به کار مؤسسه‌های مالی خلل می‌رساند. کارشناسان باشند به این راضی شدن نمی‌توانند. برخی آنها می‌گویند در تاجیکستان شرکت و کارخانه‌هایی هستند که در پیش بردن کارشان از نظام سویفت استفاده می‌برند و بریده شدن روسیه از این نظام به آنها تأثیری بد می‌گذارد. ضمن صبح امروز در بانک‌های تجارتی اسخطه و امانت بانک گفتند 1000 روبل روسی برای انتقال 112 سوم و 20 درم، برای فروش 112 و خرید 113 یا 115 سوم را تشکیل می‌دهد. با تاکید مسئولان بانک این رقم می‌تواند هر لحظه تغییر یابد. یک ساکن جماعت دهات دشت جوم ناحیه شمس‌الدین شاهین مبلغی را که برای سفر به حج جمع کرده بود برای راهسازی دهه‌اش صرف کرده است. این ساکن 65 ساله حالا از کارهای راهسازان نظارت می‌برد. محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد. رحمان علی تویروف 2 هفته است که کاری راهسازان را نظارت می‌کند. این مرد 65 ساله در دهه دشت جوم ناحیه شمس‌الدین شاهین زندگی می‌کند. با توصیه فرزندان پول جمع آورده‌اش به حج را به راهسازی صرف می‌کند. خواهش پسران بودن که ما دیم باره سیم باره حج نرویم، ما هم مبلغ در اینجا هم خطی همراهی زنم که حج مبلغ حج رفتگی میرفتگی ما در اینجا صرف کردیم. درازی راهی که او می‌سازد 12 کیلومتر است. این راه سالها تعمیر را ندیده است. در فصل سرما رفت و آمد به دشت جوم خیلی سخت است. مردم جماعت دهات دشت جوم هنگام سفر به مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین و دیگر شهر و ناحیه‌ها با مشکلات زیاد روبرو می‌گردیدند. خوشبختانه امروز با تشبث یک تن ساکن جماعت دهات دشت جوم حاجی رحمان علی و فرزندانش این مشکلات خلق برطرف شده ایستاده است. راه اساسی ناحیه شمس‌الدین شاهین با ولایت بدخشان پیوست می‌شود. خبرنگاران هم در هر نشست از ولنگار بودن راه‌های این ناحیه سوال می‌کردند. مقامات در نشست اخیر مطبوعاتی اعتراف کرد که اکثری راه‌هایی که به جماعت‌ها پیوست می‌شود تعمیر طلبند. رئیس ناحیه گفت که آنها تلاش دارند طریق گرانت‌ها راه‌ها را تعمیر و بازسازی کنند. مشکلات در راه توگرک سر چشمه بود تا حال هست. این مسئله از جانب متخصصان ساحوی برای پیشنهاد و معین کردن ارزش
صرف می شده در تعمیر و تجدید راه اساسی توگرک سرچشمه مورد کاربری قرار داده شد. اکنون رحمانعلی طویروف راهی را تعمیر دارد که زمان شوروی بنیاد شده بود. کارشناسان از آن اعراض میگیرند که راهها تنها از سوی صاحبکاران تعمیر میشوند، ولی مقامات محلی همیشه در حسابات خود به حیث تعمیر کننده راه خود را نامنویس میکنند. ولی در حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین تعمیر کننده راه رحمانعلی طویروف را میدانند و از او سپاس میگویند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خبر داده است که تا صبح دیروز 2 مارس در رابطه با شدت گرفتن وضعیت در اوکراین شمار شهروندان تاجیکستان که قلمرو اوکراین را ترک کردن میخواهند خیلی زیاد شده است. یک منبع از وزارت به خبرگزاری از پلوس گفته است تا حاضر 823 نفر به لهستان و 121 نفر به مولدووا رفتند. اما به اطلاع منبع این رقم ها عوض شده می توانند، زیرا خواهشمندان در مرزهای لهستان و مولدووا در نوبت ایستادند. بنا به معلومات سفارتخانه تاجیکستان در اوکراین، میان آسیب دیدگان در این کشور شهروندان تاجیکستان نیستند. ضمناً سفارت تاجیکستان از روزهای اول رویدادها روند ترتیب دادن رویخط شهروندان را که خواهش بازگشت به وطن را دارند به راه مانده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه 2 مارس گزارش داد که از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 7 روز گذشته 1 میلیون اوکراینی کشورشان را ترک کردند. آمار بسیار بالای پناهجویان اوکراینی با توجه به یک مرحله بسیار کوتاه و آن هم در یک هفته امر بی سابقه در قرن 20 و 21 به شمار می رود. این تعداد 2% اهالی اوکراین را تشکیل می دهد. طبق آمار بانک جهانی در سال 2020 شماره اهالی اوکراین حدود 44 میلیون نفر بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش بینی کرده است که شماره پناهجویان اوکراینی از 4 میلیون هم بیشتر می شود. سخنگوی این سازمان در پیامی نوشته است که معلومات ما نشان می دهد که این آمار از 1 میلیون نفر بیشتر است. در همین حال روز چهارشنبه جانب‌های درگیر در بحران اوکراین شماره عمومی قربانیان جنگ را هم اعلام کردند. روسیه برای نخستین بار از آغاز حمله به اوکراین آمار تلفات نیروهای خود را ارائه کرد و گفت حدود 498 سرباز روسی کشته و تقریباً 1597 سرباز دیگر مجروح شدند. حکومت اوکراین پیش از این گفته بود که تلفات نظامیان روس نزدیک به 6000 نفر است. اوکراین آمار نظامیان کشته شده خود را اعلام نکرد، اما گفت که در درگیری‌های یک هفته اخیر حدود 2000 غیر نظامی جان باختند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقاوزاده همراه می‌بینیم. сталинобод ки номи пешини шаҳри душанбе мебошад, соли 1938 бо шурӯи 5 солаи сеюми рушди иқтисодии тоҷикистони шӯравӣ шоҳиди сохтмонҳои наве шуд. генплани пойтахти тоҷикистон сохтмони корхонаҳои сементбарорӣ, таъмири мошин ва электромеханикаро дар назар гирифт. соли 1938 нахустин филармонияи давлатӣ сохта шуд. солҳои истиқлолият генплан ё нақшаи босозии шаҳри душанбе баҳсбарангез шуд, чун боиси интиқод аз шеваи сохтмону қарорҳои тахриби биноҳои шӯравӣ ва поймолкунии ҳуқуқи сокинон гардид. 3 март бо ташаббуси созмони милали муттаҳид рӯзи ҷаҳонии вуҳуш таҷлил мешавад. ин сана ба хотири боло бурдани огаҳии мардум аз табиат ва олами набототу ҳайвонот таъсис шудааст. тоҷикистони кӯҳӣ бо табиат ва ҷонварони ваҳшӣ мисли гургу шағолу бабру паррандаҳои нодираш маъруф аст. ҳазорҳо намуд растаниву ҷонварони ваҳшӣ бо қарору қонунҳои дахлдор ҳимоят шуданд, вале боз ҳам мушкилоти мисли нобуд кардани растаниҳои нодир ва шикори ғайриқонунӣ аст мушкилоти ҷиддӣ боқӣ мемонад. 3 марти соли 1896 Акашариф Ҷураев, ҳофизи халқии Тоҷикистон таваллуд шудааст. дар 70 соли умраш бар асоси бархи манбаъҳо аз як писари ятим ва хидматгори амалдори дарвоз то ба мақоми овозхони мардумии Тоҷикистони шӯравӣ расид. Акашариф Ҷураевро эҷодкоре меноманд, ки тавонист анъанаҳои мусиқии классикӣ ва мардумии тоҷикро зинда дорад. то имрӯз таронаҳояш қалъабандӣ, ҷони ман, анора овардем, ҷураҷон ва дигаро аз беҳтарин намунаҳои таронаҳои миллӣ дониста мешаванд. قرب روبل روسی رسما پایین رفته. بانک ملی 1000 روبل را 105 سومانی و 50 درم مقرر کرده است.
قرب دلار به تغییر است و 100 دلار 1130 سومونی است. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. خود را احتیاط کنید. خدا نگهبانتان.